وارد میشویم به برنامه زباله احکام در ایام عید به صورت جفت‌پا، البته با کشیدن شب کلاه بر سر. بله. بسم شیطان الرجیم. سلام علیکم. با اینکه عید شده ولی زباله سر جاشه و ما هم که در خدمت زباله هستیم با یک برنامه زباله احکام. بله. اولین سوال برنامه امروز تلفنی است که از یکی از بینندگان ضبط شده و پخش می شود. میشنویم با هم. الو آقا، این روزا دکتر احمدی نژاد شاش زده هر کی از دهنش در میاد راجع به مقام عظمای ولایت میگه. بعدش هم صدا و سیما همینجوری بدون رفع و رجوعش حرفای یارو رو پخش میکنن. خب قربونت سیسه نشستت برم حاج آقا، حکم این کار چیه؟ این که قابل قبول نیست که. بله، اون چه که قابل قبول باشد و قابل اصلاح باشه انشاءالله اصلاح میکنیم. از نظر زمان هم و از نظر زمان پخش هم اینا دیگه برمیگرده به مسئولینی که دستن در کار هستن. امیدواریم که فکر اساسی بکنن. البته فکر اساسی که فقها در موردش اتفاق نظر دارن اینه که بزنیم فک و فک که این دکتر احمدی نژاد بیاریم پایین که اصلا دیگه قادر به تکلم نباشه و ما هم دیگه مشکل پخش کردن یا نکردن زرت و زورتاشو نداشته باشیم. بله، سوال بعدی رو بشنویم. من از پایگاه بسیج مقدار تماس میگیرم. راستش بعد از داستان یک شنبه تلخکامی و دعواهای دکتر احمدی نژاد و مجلس ما توی پایگاه دو دسته شدیم. یه عده طرفدار دکتر لاریجانی، یه عده هم طرفدار احمدی نژاد. طرفدارای دکتر لاریجانی به ما که طرفدار دکتر احمدی نژاد هستیم میگن باید همه شما رو بریزیم توی چاه. ما هم میگیم باید همه شما رو انداخت زیر چرخ تریلی. میخواستم بدونم به لحاظ شرعی کدوم درسته؟ خب به هر حال نگاه کنید دیگه، جناح‌های مختلف نسبت به جنجال‌های دیگران یه سوالایی دارن دیگه. اما ببینید، اگه طرفدارای لاریجانی شما رو بندازن تو چاه، خب چاه میگیره. اگه شما اونا رو بندازید زیر چرخ ماشین، جواب استهلاک لاستیک و لنت ترمز و نمیدونم اینا رو کی بده؟ بنابراین اینجا بین فقها اشکال هست و توقع هم نداشته باشین، همچنان که الان بین مراجع ما ممکنه اختلاف نظر وجود داشته باشه ولی دعوا نباید داشته باشیم. بحث کنیم، بحث علمی بکنیم، همدیگه رو قانع کنیم، هر کسی برای کار خودش دلیل بیاره. بعد برای دستگرمی شما دو تا از اونا رو بندازید تو چاه، خب چک کنید اونا هم دو تا از شما رو زیر کنن، نتیجه رو ببینن. اون چه که حرف بزرگان دین ما هست و امام راحل بزرگوار همیشه تذکر دادن، هشدار دادن که شما دشمن مشترکی دارید. یعنی بسیجی‌ها دشمن مشترکی دارن که اونها دنبال این هستن که بین شما اختلاف بیاندازن، جنگ و دعوا راه بیاندازن، سودشو اونا ببرن. خب پایان سخن اشاره میکنن فرصت به پایان رسیده است و یک حرکات دیگه هم میکنن که بهتر است تمامش کنیم. بله.